خوش آمدین به تازه ترین اخباری که در اختیار ما قرار گرفته از جان دل. امروز شنبه هست و شما را با چند مورد کاملا جدید خوش آمدید عرض میکنم. در آغاز از همه شما از آن خواهش میکنم که تا آخر برنامه را حتما ما را همراهی کنید و لایک و شیر سابسکرایب چینل هم یاد شما از آن نره تا جدیدترین اخبار مهاجرین با خبر شوید. در کل امور اتباع و مهاجرین خارجی بوشهر به تازگی یادآوری کرده است که خدمات آموزشی و درمانی به مهاجرین مخصوصا در منطقه بوشهر باید ارتقا پیدا کنه. ایشان همچنان یادآوری کرده است که خدمات وجود داره، اما این خدمات برای مهاجرین و اتباع عزیز کافی نیست و باید سطح خدمات بیشتر از این شود. البته دوستان نهایت گرامی، باید با شما در اشتراک بگذارم که این سخنان با رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد به تازگی بیان شده است که یک جلسه بوده و در این جلسه حاضر بوده و همچنان رئیس جدید کمیساریای سازمان ملل نیز در این جلسه بوده و ایشان با رئیس کمیساریا بیان کرده و همچنان از سازمان ملل نیز خواسته که در مورد اتباع کمک های بیشتری را انجام بده که قبلا مقامات کشور ایران در این رابطه صحبت کرده بود و یادآوری کرده بود که بعد از چند سال قبل تقریبا 2 سال میشه، تقریبا در حدود 2 سال سازمان ملل کمک های خود را و بودجه‌ای را که برای مهاجرین و پناهندگان در ایران اختصاص داده به شدت کاهش داده است و همچنان شما در جریان هست که حدود 1 ماه قبل رئیس جدید برای کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران انتخاب شده ایشان و همچنان یادآوری میشه که دیدار دیگری را جداگانه با رئیس کمیسیون شوراها نیز داشته که رئیس کمیسیون شوراها و در این مورد در مورد اتباع افغانستانی نیز صحبت‌های را داشته است و وعده و وعیدهای داده. یک کارگاه فراوری پسته در شهرستان بهاباد به دلیل بکارگیری اتباع افغانستانی پلم شده است. دوستان نهایت گرامی، قبلا شما شنیده بودین که واحدهای صنفی دکاکین به همین دلیل که اتباع افغانستانی را به صورت غیر مجاز به کارگیری کرده بودند پلم و مهرلاب شد، اما یک کارگاه بزرگ فراوری پسته به تازگی گفته میشه که در بهاباد به تازگی پلم شده و این 3مین کارگاه بزرگی است که در ایران به دلیل استخدام اتباع غیر مجاز پلم میشه.